پس این سه نوع توسل بود در عقیده اهل سنت که توسل چهارم به درخت و به سنگ و به قبر و هرچند که اون انسانی که مرده انسان مبارک، عالم، شیخ، یعنی چیزی به اسم پیر و سر قبر پیر و مرده و هر کسی که باشه در عقیده اهل سنت وجود نداره. شاید هم خواسته هاتون برآورده بشه ولی خدا شما رو واگذار میکنه به همون قبر، به همون سنگ. اعتقاد اگر تو سنگ هم پیدا بکنی خواستت برآورده شاید بشه ولی دیگه خدا رو از دست دادید. اذا مرضت فهو یشفین. سه چیز باید فقط از الله طلبید، سه چیزم باید فقط برای الله انجام داد. اون سه چیزی که باید برای الله انجام داد چیه؟ برای غیر از الله شرکه. یکی قسمه، قسم به غیر خدا شرکه. جان مادرم، سر بابام، جان عزیزترین فرزندم، به اون پیر و پیغمبری که میپرستید، اینا هیچ جایگاهی در اسلام نداره. اگر کسی با این اعتقاد بمیره با اعتقاد شرکی مرده. دوم نذر. کسی حق نداره مسلمانی که نذر برای غیر خدا بگیره. نذر برای درخت، نذر برای قبر، نذر برای فلان. گوسفند رو ذبح بکنید، خون بکنید رو پای کسی که از حج میاد، رو پای عروس خانم و شاداماد، این گوشت حرام کسی بخوره. حتی اگر که اون لحظه‌ای که رو پاش خون کردی بسم الله گفتید. ما خون کردن رو پای کسی، جلو پای کسی نداریم، ولی متاسفانه زیاد میبینیم. و سوم نذر و قسم و قربانی، ذبح. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. پس نذرت باید برای خدا باشه، قسمت باید برای خدا باشه و سوم قربانی باید برای خدا باشه. اما سه چیزی که فقط باید از خدا طلبید، از غیر خدا درست نیست. اول هدایت، دوم شفاست و سوم اولاده. اگر اولاد رو از دکتر بطلبید، از آقا و فلان و گل باد بزنه و نمیدونم فلان و نمیدونم فلان و اولاد الله میده، شفام الله میده، دکتر سببه و هدایت توفیقی هم الله میده. انک لا تهدی من احببت. حتی خداوند به پیامبر میگه هر کسی تو دوست دارید. خداوند به حضرت نوح گفت پسرت نه، به حضرت رسول گفت عمود نه. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. وظیفه شما راهنماییه، ارشاده، هدایت ارشادیه. اما هدایت که دلشو بچرخونم، هدایت توفیقی دست منه. این سه چیزم مد نظرتون باشه، همیشه از الله بطلبید. همینطوری که اون شبم گفتم در رابطه با اولاد، اولاد و تعریف شده از الله بطلبید. نگی خدایا فرزند بده، نه، او خدایا اولاد سالم، صالح و مصلح بده. نگید فرزند، تنها فرزند بده. اگر گفتی فرزند بده بعضی موقع پشیمون میشی از چیزی که طلبیدید. یا گفتی پسر بده، دختر بسمه، پشیمون میشی از چیزی که طلبیدید. او خدایا اولاد سالم، صالح، مصلح، مفید. دیگه جنسش خداوند خودش هرچی تشخیص داد برات بهتره. اگر که تشخیص داد دختر بده، از دختر نوی پسر برات درست میکنه که امام زمان خودش میشه، عالم دهر میشه. نگو دیگه دختر. نوی انسان هم مثل پسر انسانه، با صبر، با واگذار کردن به خدا درست میشه همه چیز. از حوصله همه شما تشکر میکنم.